میگن تو آبادان یه پسر 16 ساله‌ای دیوونه وار یه دختره رو دوست داشته. انقدر که تو همون سن کمش پدر و مادرش رو مجبور میکنه تا براش برن خواستگاری. میرن اما پدر دختره مخالفت میکنه. میگه باید بری دیپلم بگیری. پسر میره درس میخونه و برمیگرده. پدر دختره بازم مخالفت میکنه و میگه باید بری سربازی. پسر تو 20 سالگی میره و تو 22 سالگی هم خدمتش رو تموم میکنه. پدر دختره بازم به مخالفتاش ادامه میده تا اینکه بالاخره تو 32 سالگی اجازه میده این دوتا با هم ازدواج کنن. خلاصه این دو نفر به هم میرسن و شب عروسی خسته میرن خونشون. دختره از شدت خستگی تا میرسه خوابش میبره. پسرم پیشونی عروسش رو میبوسه و میخوابه. صبح روز بعد پسر بیدار میشه و میره صبحونه درست کنه. یک کم که میگذره نگران میشه. برمیگرده تو اتاق میبینه دختره نفس نمیکشه. دکتر میاد و میگه دیشب این دختر از شدت خوشحالی دچار ایست قلبی شده و همون دیشب هم تموم کرده. اونجاست که شاعر براشون خوند